تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف. گفتاری هشتم. به مبارکبادی این حاکمی نو رفتنم لازم بود، گفت فردوسی. متاسفانه تا کنون نتوانستم. گرفتاری شاهنامه بودم. میگویند او روزهای پنجشنبه باری عام میدهد. پنجشنبه میروم. ابودلف از خورجین خود و با خورجین در آمده آن را در کنج حجره گذاشته بود. یک همیانی چرمینی پر را برآورده نزد فردوسی گذاشت. این به شما استاد. چیستین؟ پرسید شاعر. حاکم خدمتانه دادند. لیکن من چه خدمتی کردم؟ داستان شما را خوانده شنواندم و سلام. این عطا برای داستان است و حق شماست. فردوسی ابرو چین کرد. خدمتانه خودت، حق حلالی خودت بگیر، به من در کار نیست. استاد، من بی این هم نزد شما شرمنده ام. گاه ها در محفل ها داستان های شما را که می خوانم به من چیز یا نقدینه انعام می کنند. معلوم می شود که زحمت شما می کشید و بهره من می برم. در خجالتم من. با قبول این مبلغ شما به من مرحمت می کنید و مرا اندکی هم باشد از خجالت می برارید. ابودلف، تو راوی ممتاز هستی. راویگی هنر است و از پشت هنر مزد یافتن عیب نیست. می بایست خودم به تو انعام اهدا می کردم، از برای آنکه اشعاری مرا برای مردمان می خوانی و شایع می کنی. این را پس بگیر و دیگر از خجالت حرف نزن. فردوسی همیان را برداشته به نزدیک راوی گذاشت. اکنون بخیز و نزد بانو برو. بگذار او به شادیانه خوشخبرت تو را یک ضیافت خوب بکند. ابودلف برآمده بود که شاعر از نو به دستنویس های پریشانی اشعارش سر فرو برد. حسین قتیب. این باب حکایت ما باز از کوبش در فردوسی آغاز می یابد. چکار کنیم؟ زیارت کنندگان شاعر نامدار بسیارند. آنها وقت و بی وقت آمده در او را می کوبند. به توسط آنها رابطه شاعر گوشنشین داستان سرا با عالم بیرون بردوام داشته می شود. اینک شب از شبهای تار، هنگامی که چراغ خانه های دیه خاموش بودند. معلوم که دیهاتیان عادتاً اول شب با فرامدن تاریکی به خواب می روند. به ناگاه دروازه حوری شاعر آهسته کوفته شد. خدمتگار به حجره شاعر آمده خبر داد که کسی آمده است، شما را می پرسد. فردوسی به خواطر افتاد. در این وقت شب کسان به سراغ او نمی آمدند.
کی بوده است؟ نشناختی؟ دروازه را نگشادند. فردوسی با همراهی خدمتگار برآمده دروازه را گشایاند. در بیرون یک چند نفر سوار و پیاده ها ایستاده بودند. برابری پیدا شدن او یکی از پیاده ها سواری را یاری داده از اسب فرود آورد. معلوم بود که سوار از کلان هاست و پیاده ها نوکران اویند. وی میان قدی 4 پهلو، دستار به سر، موی سرش دراز بود. پیش آمده سوی فردوسی هر دو دستش را دراز کرد. السلام علیکم. مهمانانی ناخوانده را قبول می فرمایید؟ من امیر حسین قتیبم. فردوسی یک لحظه بی دست و پا شد. جناب عالی، وا عجبا، خودشان به کلبه فقیر قدم رنجه کردند، مرحمت فرمایند. به درون در آمدند. از قفای حاکم مردی قد دراز قدم میزد که ظاهراً ملازم او بود. پیاده از قفای ملازم یک خرجین پر را برداشته می آمد. فردوسی آنها را از حولی بیرون و از دریچه باغ گذرانده به طرف حجره برد. پیاده خوجین بردار بارش را در دهلیز حجره گذاشته بیرون رفت. خوش آمدند. قدمی مبارکشان بالای دیده، تعارف بجا آورد میزبان. خدمتگار که با نوکران حاکم از پای مهمانان را درآورده در طویله بسته بود پیدا شد. فردوسی به وی اشارتی کرده بود که قتیب معنی اشارت را فهمیده گفت: تردد زیاد نباید کرد استاد. من یک سری قدم به زیارتشان آمدم، زیاد نمی ایستم. ابودلف راست گفته بود که چشمان حاکم کلان و انگشتوار سیاه بودند، ریشش نیز سیاه و کوتاه انبوه. حاکم از صلابت خالی نبود. هرچند که جناب عالی فرمان فرمای مایند، ولی بنا به تآمر مملکت از فرمانبری میزبان چاره ندارند. نخستین بار است و الها آخرین بار مباد که حاکمی شهر به مهمانی بنده می آیند. اگر بنده شرط این مهمانداری با افتخار را بجا نیارم، یک عمر در حسرت و ندامت می مانم. التماس عاجزانه این که بنده را یک امشب از فیض صحبتشان بهره‌مند گردانند، گفت شاعر با لحنی تملق آمیزی که به بزرگان می‌فارد. والا تباری مغرور فردوسی عموماً به بزرگان عادت تملق گفتن نداشت، ولی خبری از ابودلف شنیدهش این که حاکمی نو سخن آفرینی و داستان سرایی او را خیلی تقدیر کرده و از این معلوم می شود که مردی فاضلی خوش سلیقه است، در دل شاعر نسبت به وی حسن توجه و احترام تولید کرده بود. خدمتگاری چابک از حولی درون یک اندازهای اطلس و شاهی آورد. فردوسی مهمانانش را خیزانده یک اندازها را به ته آنها اندازاند. راوی خوشخوان شما رستم و سهراب را برای ما خواند، گفت حاکم. و چه داستانی عالمگیر نگاشته اید. سخن شما مفارقت، دلیری، مروت، تهور می انگیزد. در اینجا ما یک دم امیر و شاعر را با هم در مصاحبه گذاشته، حاکمی نوی توس را به خواننده باید درست‌تر شناسانیم. حسین قتیب پیش از تعیین شدنش به حکومتی توس
در خدمت والی و سپهسالار خراسان بوده دیوان رسالت او را بر عهده داشت. خود اصلا هراتی، پدرش سپاهی عرب، مادرش تاجیک و از عائله کاسب، دختری شانه‌تراش کمبغلی بود. حسین از پدر 6 ساله ماند. مادر او که جوانزنی صاحب جمالی بود، بعد از وفات شوهرش از گستاخی‌های عاشقانی هوسباز که او را آسوده نمی گذاشتند و بسیار تشویش می دادند گریخته به خانه دوست و مرشد شوهرش شیخ ابوطاهر عالم و صوفی پناه برد. ثانیاً خود شیخ هم عاشق زن شده او را به نکاح خود درآورد. وی زنی برنای نازنینش را چقدر که دوست داشته باشد به پسری خردسالی وی همان قدر مهربان و غمخوار بود. او را خودش تعلیم میداد، دانش می آموخت. بچه زیرک و خوش ذهن بود. کلانتر که شد به خواندن داستانها و اشعار عرفانی و اخلاقی رغبت پیدا کرد. شیخ ابوطاهر در تفسیر و تصوف کتاب‌های تصنیف کرده بود. انصاف و مروت، اخلاق و اطوار پسندیده، نکوکاری، خیرخواه و یاری رسانی مردمان بودن در تعلیمات شیخ جای مهم اشغال می کردند و حسین در تأثیر همین تعلیمات او تربیه یافته بود. و در جوانی به دیوان انشای حاکم هرات ابو منصور ابن عبدالرزاق، همان بانی شاهنامه منصور، جلب کرده شد. در خدمت دیوان به فضل و ذکاوت و قابلیت فوق العاده نام برآورد. ابو علی سیمجوری آوازه او را شنیده از حاکم نوی هرات که بجای ابن عبدالرزاق تعیین شده و از پروردگان سیمجوری بود خواهش کرد که حسین قتیب را به خدمت او فرستد. قتیب به نیشاپور آمده چندگاه در دیوان انشای والی خدمت کرد و ثانیاً سیمجوری دیوان رسالت خود را بر وی داد. مهمان از حاکم توس معزول شده بود که سپهسالار خراسان به جای او حسین قتیب را تعیین کرد. برمی گردیم به مصاحبه حاکم با شاعر. ملازم حاکم با اشاره او از آستین جامه‌اش 2 ورق کاغذ لوله پیچ را برآورده به دست او داد. ورقها همان دستنویسی اندرزهای نوشیروان و بهرام گور بودند که فردوسی به حاکم سابق توس فرستاده بود. این منظومه ها از شمایند؟ پرسید حاکم از شاعر. آری، گفت فردوسی. به حاکم سابق فرستاده بودید؟ آری جناب عالی. از خریطه او یافته به من آوردند. چون خواندم در من میل دیدار کردن با شما پیدا شد. آیا این اندرزهای گذشتگان را خودی مهران از شما طلب کرده بود که برایش نوشته فرستید؟ نه، خودم به جای عریضه فرستاده بودم. چگونه عریضه؟ درباره خراج فوق العاده. آیا مهران فهمید که این منظومه ها به جای عریضه است؟ فهمیده بوده است. مرا طلبیده بود، رفتم، مصاحبه کردیم. گفت تو خواسته ناصیح من شوی، مرا پند آموزی. با وجود این خواست که خراج را از من کم کند. کم کرد؟ آری، اما من قبول نکردم. قبول نکردی؟ چرا؟ از آن پیشتر من با همراهی 6 پیرمردی معتبری دیهه به دادخواهی به دارالحکومه رفته بودم. داد را ما برای همه مردمی دیهه خواستار بودیم، نه اینکه هر یکی برای خودش. حاکم سابق ما را قبول نکرد. قتیب سکوتی کرد و گفت من شاهنامه منصور را خوانده بودم
در وی پندنامه نوشیروان نبود. این پندهای سودمند از خودی شماست. اندرزنامه بهرامی گور هم در شاهنامه منصور دیگرگونه است. شما در نظم آن را ژرف تر برده به وی چندین نکته های حکیمانه افزوده اید. چنانچه این پندها گویان قتیب از ورق خواند. بدانیش روان را توانگر کنید، خرد را همان بر سر افسر کنید. زی چیزی کسان دور دارید دست، بی آزار باشید و یزدان پرست. مجویید آزاری همسایگان، به ویژه بزرگان و پرمایگان. به پاکی گرایید و نیکی کنید، دل و پشتی خواهندگان مشکنید. به دانش بود جان و دل را فروخ، نگر تا نگردی به گرد دروغ. ز دانش دری بی نیازی بجوی، اگر چند از او سختی آید بروی. اگر چند بد کردن آسان بود، به فرجام زو دل هراسان بود. ندارد نگه رازی مردم جهان، همان به که نیکی کنی در نهان. بسیار خوب، بسیار عالی. کاش که همه به این پندها عمل می کردند. خدمتگار دسترخوان آورد که آن را فاطمه با نعمتهای الوان آراسته بود. کوزه شراب هم با جامهای نفیس آورده شد. قدح اول به یاد پادشاهی بزرگ نوح بن منصور سامانی برداشته شد. قدح دوم را با خواست فردوسی به سلامتی امیری با دانش و داد حسین قتیب نوشیدند. از هر باب سخن رفت. قتیب از چگونه و به چی مقصد اقدام کردن فردوسی به نظم شاهنامه که کاری بس بزرگ است و شاید از اقتداری آدمی بر نیاید پرسان شد. چنان که به جناب عالی معلوم است، گفت شاعر، بنای این کار را امیر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق خدا بر وی رحمت کند نهاده بود. آها، بزرگ مردی بودند. گفته قتیب سخن فردوسی را برید. مربی من بودند. از سنه 340 تا 345 که ایشان والی هرات بودند، من از منشیان آن حضرت بودم. منت تربیت و نیکی هایشان در ذمه من باقی است. خوب، شادروان چطور بانی شاهنامه شدند؟ فردوسی روایت کرد که ابن عبدالرزاق دوستدارنده اخبار و آثار عجم چون نخست والی هرات و سپس چند گاه سپهسالار خراسان شد، پاره های پریشانی خدای نامک اخبار شاهان و پهلوانان باستانی را از هر گوشه و کناری مملکت جمع آورانده، از پهلوی به فارسی دری گردانده، روایت های قدیمی تا به این زمان رسیده را از راویان و ناقلان نویسانده گرفت.
همه را در یک کتاب گیر آوراند و کتاب را شاهنامه نام کرد که به نثر نوشته شده بود. کتاب در سراسر مملکت شهرت پیدا کرد. در هر جا که شاهنامه دسترس می گردید آن را با شوق و هوس می خواندند، به آن دل باخت. ابوالقاسم حسن تخلص فردوسی را دیرتر گرفت. در سال پیدایش آن کتاب در نیشاپور طلبه مدرسه بود. یکی از شریک درسان وی که پدری صاحب منصبش نسخه از شاهنامه را داشت، آن را گاها به مدرسه آورده در حلقه طلبگان قرائت می کرد. همان وقت بود که ابوالقاسم شیفته آن کتاب گردید. شاعر در این جای نقلش می خواست گویند که در مدرسه بین طالب علمان عجمی و عرب دایم درباره تاریخ و تمدن هر دو خلق مباحثه می رفت. عرب ها تاریخ و فرهنگ و زبان عجمی ها را تمسخر کرده و پس زده بر افضلیت عرب ها در این باب اصرار و افتخار می نمودند. آنگاه شاهنامه ابو منصوری برای عجمی ها مایه غرور و افتخار ملی گردید و زبان طعنی عربان را بست. این سخنان در نوگ زبان فردوسی بودند، اما وی نزد قتیب عرب نژاد از گفتن خودداری کرد. شاعر نقل خود را ادامه داده و بالای تاریخ نظم شاهنامه منصور آمد. این کتاب نهایت نادر بود، می گفت او. 1 تا نیم تا کسان که داشتند با داشتن آن فخر و تجمل می کردند. آن را به کسی نمی دادند و به نسخه برداشتن از آن مانع می شدند تا که مایه افتخار و تجملشان کاسته نشود. طالب علم و شاعری جوان حسن ابوالقاسم از غایت شوق و شیفتگی که به شاهنامه داشت بعضی پاره های آن را از یاد نظم می کرد و نیت داشت که یک وقت نسخه از آن کتاب را به دست آورده همه اش را نظم کند. ولی پس از چندی خبر رسید که شاعری بخارایی محمد دقیقی با امر منصور ابن نوح پادشاه سامانی به نظم شاهنامه پرداخته است. آنگاه ابوالقاسم ناچار از نیتش درگذشت، اما طاری به دقیقی بی‌وفایی کرد و ناگهان با دست غلامش کشته گردید. آتش قریب خاموش شده در دل ابوالقاسم از نو شعله برگشت. وی به جستجوی نسخه از شاهنامه منصور افتاده به سراغ آن تا مرو، بخارا، هرات و چاچ رفت، نیافت. به عوض در مرو، هرات و چاچ چندی از پیران دانشور و موبدان را زیارت کرد و از زبان آنها طرح دیگری روایت‌هایی در شاهنامه منصور ثبت شده و باز قصه های نوی دلانگیز شنید و بالآخره 1000 بیتی از شاهنامه منصور نظم کرده دقیقی را که در بخارا به دست آورده بود راه آورد گرفته به طوس برگشت. اما جوینده یابنده است و نیت خیر بی عاقبت نمی ماند. دوستی فاضلی او محمد لشکری توسی یک نسخه کتاب را از کجای یافته به وی تقدیم کرد. اینک 13 سال این جانب وی به نظم شاهنامه مشغول است.
اگر کاری بنده فقط نظم کردن قصه های تیار می بود، کار سهل بود، گفت در آخر فردوسی. اما در حقیقت این طور نیست. مرا لازم می آید که از انواع روایت های هر یک داستان بهترینش را برگزینم و سپس این بهترین ها را از هر گونه زیادتی ها، بی ربطی ها و غیره تازه، ناهمواری ها را هموار کنم، جاهای خالی را پر کنم، میانی واقعه ها روابط باطنیشان را دریابم و برقرار سازم، معنا و مفهوم آنها را بیجویم. با علاوه چندین داستان ها در شاهنامه منصور نیستند. بنده آنها را از دیگر مأخذهای خطی و شفاهی به دست آوردم. در روایت ها واقعه های تاریخی گاها غلط بیان شده یا غلط تفسیر و تشریح شده اند. حقیقت اینها را نیز دریافتن یا به حدس و قیاس برقرار کردن لازم می آید. خلاصه مجموع روایت ها ماده خام بیش نیستند. بنده از آنها داستانی کامل در می آورم که از خدای نامک تفاوتی کلی دارد. اجازه دهید بپرسیم. با تواضع بار اول لب به سخن باز کرد ملازم حاکم که منشی دیوان بود. حضرت این کار را کی تمام می کنند؟ نظم شاهنامه از کجا آغاز یافته و به کجا می انجامیده باشد؟ به گمانم کار باز یگان 10 سال طول خواهد کشید، جواب داد فردوسی و افزود: البته به شرطی که عمرم وفا کند و تندرستی هم ترک من نگوید. شاهنامه من از کیومرث که نخستین بار در جهان رسم پادشاهی را آورد آغاز شده، با شاهنشاه ایران یزدگرد آخرین انجام خواهد یافت. آفرین، گفت قتیب و جام برداشت. برای پیروزی کامل شما در این کاری بزرگی پیش گرفته اید. قدحش را خالی کرد و دست شاعر را گرفته بوسید. رستم و سهراب را امید دارم که باری دیگر از سر بخوانم و این چنین داستانهای دیگر را هم. کمی سکوت کرد و افزود: از این بعد شما از همه گونه باج و خراج آزادید استاد. فرمان با مهر ما به شما رسانده خواهد شد. شما گفتار 8 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.